بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين حبیبنا محمد و آله و صحبه اجمعین. اما بعد، بینندگان عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با درس 61 از سلسله درس های تفسیر نور خدمت شما هستم. در این درس به حول و قوه الهی ما یکی دو آیه از سوره مبارکه البقره رو مورد بررسی قرار خواهیم داد. آیه 125 و 126 سوره مبارکه البقره. محورهای درس ما تلاوت این آیات، ترجمه کلمات، معانی ترجمه آیات و معانی کلمات، مفاهیم لغوی، شرح و تفسیر و در نهایت درس و عبرت ها خواهد بود. ابتدا گوش جان بسپاریم به تلاوتی زیبا از این دو آیه، آیه 125 و 126 سوره مبارکه بقره. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. بله عزیزان، در مورد ترجمه آیه 125 در قرآن کریم که الله سبحانه و تعالی می‌فرماید وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یعنی بیاد آورید آن هنگامی که خانه کعبه را برای مردم مجمع و جایگاه بازگشت و امن مردم قرار دادیم و دستور دادیم تا مقام ابراهیم را نمازگاه خود قرار دهید و به ابراهیم و اسماعیل علیهم السلام عهد داده ایم یا سفارش کرده ایم تا خانه ام را برای طواف کنندگان و اعتکاف کنندگان و رکوع کنندگان و سجده کنندگان پاک گردانند. در آیه بعد قرآن کریم می‌فرماید وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، در آیه بعد آیه 126 هست. بله، قرآن کریم می‌فرماید و بیاد آورید آنگاه که ابراهیم گفت پروردگارم اینجا را و اذ قال ابراهیم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطره الى عذاب النار و بئس المصیر. یعنی بیاد آورید آنگاه که ابراهیم گفت پروردگارم اینجا را سرزمینی آباد و امن بگردان و اهل آن را، کسانی که به الله و آخرت ایمان آورده اند را، از میوه ها و خیرات روزیشان عنایت فرما. الله سبحانه و تعالی ادامه این آیه فرمود و حتی کسانی که کفر ورزیدند را نیز برای مدت کوتاهی بهره‌مند خواهم ساخت و سپس او را به عذاب آتش گرفتار خواهم کرد و این چه بد سرانجام و عاقبتی است. این ترجمه مختصر آیات هست. بریم سر معانی کلماتی که در این دو آیه نهفته است. اولین چیزی که به ذهن میرسد و اذ که بارها تکرار کردیم، از برای چیه؟ یعنی بیاد آورید آن زمانی که.
و یادآوری پند و موعظه و تذکر. البیت و جعلنا البیت، جعلنا یعنی قرار دادیم ما، بیت یعنی خانه، ولی وقتی به لفظ الف لام تعریف اومد یعنی خانه معروف و شناخته شده برای مخاطب، که در اینجا منظور همون کعبه معظمه است. در قرآن کریم چند آیه در این زمینه داریم که در اصطلاحات لغوی و در مفاهیم لغوی بهش اشاره خواهیم کرد. مثابة از فعل تاب یسوبه هست، به معنای بازگشت و مرجع است، یعنی بازگشت، مرجع و بازگاه مردمان یا مجمع مردمان، زیرا حجاج و معتمرین مسلمان برای عبادت به سوی آن از همه زمین، از همه کره زمین به سوی اون باز میگردن، در اونجا جمع میشن، یا اینکه پس از اینکه دوباره پخش شدن در ایام حج دوباره برای طواف به اونجا باز میگردن. و همچنین به معنای، از ببین تعبیر بعضی از لغوی هاست، هم به معنای ثواب هم میتونه بیاد، یعنی خانه جایی برای کسب حصول ثواب و اجر هم خواهد بود، که البته رأی اکثریت مفسرین باز همون به معنای مرجع، مجمع و محل بازگشته. امنا یعنی قرآن کریم میفرماید که ما کعبه را محل امن و امنیت آرامش دیگران قرار دادیم، تا اینکه همه کس، هم از نظر روحی، هم از نظر جسمی، هم از نظر مالی، همه این جوانب در امن و امان باشند. مقام ابراهیم نام تخت سنگی است که ابراهیم خلیل در هنگام بنای کعبه بر آن می ایستاد و سپس در نهایت در کنار خانه کعبه، در کنار ضلعی که درب ورودی کعبه است، در اونجا گذاشته بود و در عهد عمر فاروق خلیفه دوم رضی الله تعالی عنه امیر المؤمنین به این جایی که الان قرار داره عقب کشانده شد و فلسفه‌ش هم این بود که مردم آن را از جزء حرم و از جزء کعبه ندونن. مصلا یعنی نمازگاه، که یعنی مقام ابراهیم مصلا و نمازگاه دیگران باشه، که تفسیر و توجیه و حکمتش را بیان خواهیم کرد. اصل مصلا یعنی نمازخانه یا نمازگاه. عهدنا یعنی واگذار کردیم، سفارش کردیم، عهد گذاشتیم بر عاده و دوششان، یعنی واگذارش بهشون کردیم، سفارش کردیم، توصیه کردیم. طهرا یعنی شما دو نفر پاک بسازید، پاک سازی کنید. للطائفین یعنی برای طواف کنندگان. العاکفین یعنی اعتکاف کنندگان، کسانی که در یه جایی مکث میکنن، میشینن و میمونن برای به قصد اجر و ثواب و برای انجام عبادت. الرکع یعنی رکوع کنندگان به کثرت و سجود یعنی سجده کنندگان به کثرت و مجموع رکع سجود یعنی نمازگزاران. و چون رکوع و سجود دو رکن مهم در نماز هست، بنابراین از نمازگزاران به رکع سجود یاد شد. فامتعه قلیلا یعنی پس او را بهره‌مند می سازم. الله سبحانه و تعالی فرمود فامتعه یعنی پس آن شخصی که حتی کافر باشد در دیار حرم، او را بهره‌مند می سازم. اضطره یعنی مجبور و وادارش می کنم. این مجموعه کلماتی بود که به ظاهر دشوار می رسید و در واقع می خواستیم معانی آن رو هم بیان بشه. در مورد مفاهیم لغوی، البیت یعنی خانه مشهور و معروف و در اینجا خانه کعبه است، یا خانه الله در روی زمین، یا خانه حرام، آنچنان که در قرآن کریم در سوره مائده میخوانیم جعل الله الكعبة البیت الحرام قیاما للناس. الله سبحانه و تعالی قرار داده کعبه را خانه حرام که بر پایه زندگی مردم به قصد عبادت در آن باشه. یعنی چی؟ یعنی الله سبحانه و تعالی امر کرده که کعبه جایگاه امن و امان و با حرمت و قدسیت خاصی برای عبادتش باقی بمونه تا روز قیامت. و همچنین در همین آیه و در آیه دیگر در سوره مبارکه حج میخوانیم که
اضافه به جای البیت میاد بیتی و عهدنا الی ابراهیم و اسماعیل ان طهر بیتیه، نفرمود البیت، فرمود بیتیه للطائفین، یعنی خانه مرا. به همین خاطر گفتیم خانه الله. و این اضافه علما میگن اضافه تشریف و تکریم و تعظیم هست. خداوند عزوجل با آن عظمت و کبریا و جلالش مافوق این دنیا قرار داره و نیازی به خانه‌ای در روی زمین ندارد، اما این اضافه تکریم هست. خانه‌ای که در آنجا نمازگزاران، قبلگاه نمازگزاران و عابدان خداست، در واقع کسانی که خداپرستند در روی زمین رو به قبله میکنند. همچنان که در آسمان ها کسانی که یعنی فرشتگانی که عبادت خدا به جا میآورند رو به بیت المعمور میکنند، آنچنان که در تفسیر بیت المعمور در سوره طور آمده است. و البیت المعمور گفته شده قبلگاه اهل سماست، یعنی قبلگاه فرشتگان الهی در آسمان هست که در آسمان هفتم قرار داره. پس بنابراین مرجع و قبلگاه نمازگزاران دنیا چیه؟ بیت یا خانه خدا یا کعبه معظمه یا همین بیت الله الحرام هست. مثابتا للناس. خب اینجا یک چیزی وجود داره که این خانه معظم و مکرم مثابتا للناس هست و امنا. یعنی چی؟ یعنی مجمع و مأمن مردمان و همه مؤمنان دنیا برای انجام عبادات حج و عمره از همه جا به سوی آن باز می‌گردند و در واقع یک نوع وحدت، انسجام و اتحاد و یک دلی وجود میاره برای مؤمنان و مسلمانان دنیا، تا اینکه حداقل در مناسبت‌های عمره و حج یکدیگر را ببینند و به عظمت اخوت برادری دین آشنایی پیدا بکنند و پی ببرند. و همچنان امنیت جانی و مالی برای هر پناهنده‌ای که در آنجا در حرم مکی وجود داشته باشد فراهم است به نص این آیه قرآن کریم و همچنین در اصل آیه دیگر در سوره مبارکه آل عمران که قرآن کریم فرمود و من دخله کان آمنا، کسی که به حرم یا بیت الله الحرام وارد شد در امان است. حتی در عهد قبل از اسلام مشرکین که برادرکشی داشتند و خون همدیگر را به خاطر اموال زائل دنیا و ناچیز دنیا میریختند، وقتی پدر کشته یا برادر کشته خودشون را در کنار حرم میدیدند دست نگه می‌داشتند و بهشون کاری نداشتند و میگذاشتند که زیارتشون را به جا بیارن. حتی با اون مناسبت‌ها و مراسم جاهلیتی که به جا می اومد ولی باز هم حرمت خانه کعبه را به جای می آوردند و این از عظمت این خانه مقدس و قبلگاه امن الهی است. حال یه چیز استثناء میمونه و اون این که به شرط این که اون شخص پناهنده قصد فتنه و فساد و شر و آشوب و قتل و خونریزی نداشته باشه. اگر چنین باشد به نص آیه قرآن کریم در سوره بقره که در آینده بهش میرسیم باید با اونها مبارزه بشه. قرآن میفرماید ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتی یقاتلوکم فیه. با مشرکین در کنار مسجد الحرام که منظور در مکه هست نجنگید تا اینکه یقاتلوکم فی، با شما بجنگند، با شما مبارزه کنند. فإن قاتلوکم فاقتلوهم كذلك جزاء الکافرین. اگر که با شما جنگیدند با اونها بجنگید، این چنین است پاداش و کیفر کفر ورزیدگان یا کافران. خب اصطلاحی دیگری که در اینجا وجود داره واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی، بگیرید انتخاب کنید از مقام ابراهیم نمازگاهی را. خب مقام ابراهیم میدونید که ابراهیم علیه السلام بعد از انجام اوامر الهی در بنای کعبه دست به دعا برداشت و به نماز ایستاد در کنار حرم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هم چنین کرد، یعنی بعد از اینکه در حجة الوداع
این آیه را میخوند و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلی، اومد پشت مقام ابراهیم و 2 رکعت نماز سنت طواف را به جای آورد و در اونجا سنت معروف است که در رکعت اول سوره فاتحه و همراه با سوره کافرون و در رکعت دوم سوره فاتحه با سوره اخلاص قل هو الله احد را خواند. و در واقع مقام ابراهیم جایی برای چی بود؟ جایی برای ادای شکرانه توفیق بندگی و به جای آوردن مأموریت الهی بود، نه برای خرافات. برخلاف اون چیزی که بعضی از مردم امروز انجام میدن، میرن در کنار. الحمدلله الان مقام ابراهیم در یک به اصطلاح اتاق شیشه‌ای قرار گرفته. با این حال بعضی از مردم خیال میکنن جای تبرک هست و باید بهش دست کشید و در اونجا ایستاد، تلاوت کرد، دعا کرد. اینها هیچ کدوم از اینا سنت نیست. اون چی که سنت و وارد است در نص صریح قرآن کریم و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلی و به شیوهی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به کار برده، فقط بعد از طوافی که انسان به جا میاره 2 رکعت سنت طواف در اونجا به جای میآورند. نه دعایی در اونجا هست، نه تلاوتی هست و نه کار دیگه، به خاطر که مزاحمت ایجاد نشه برای سایر طواف کنندگان. یک میان برنامه میگیریم و سپس به شرح و تفسیر آیات میپردازیم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر بله بینندگان عزیز، با سلام مجدد برمیگردیم به تفسیر و شرح و تفسیر این آیاتی که در خدمتتون بودم، آیه 125 و 126 سوره مبارکه البقره. حکمت اعلام امامت ابراهیم علیه السلام را دانستیم که الله سبحانه و تعالی فرمود که و اذ ابتلی ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. وقتی که آن همه صبر و استقامت به پایان رسید و با توکل، با اعتماد و یقین ابراهیم نتیجه داد، سرآمد این نتایج انعام و اکرام الهی این بود که ابراهیم خلیل به عنوان بنیانگذار کعبه انتخاب بشه. با فرزند دلبندش اسماعیل امر داده شدند به بنای کعبه. ولی قبل از اینکه اون داستان بنای کعبه فرا برسد، قرآن میخواد اینجا اشاره بکنه به اینکه خود کعبه چه مکانتی دارد. به همین خاطر فرمود که و اذ جعلنا البیت مثابة للناس و امنا. این کعبه با آن حرمی که ما قرار دادیم اولا رمزی برای چیه؟ بازگشت اهل ایمان به سوی آن هست. این یک مطلب. مطلب دوم این که هر کسی در اونجا قرار بگیرد از نظر روحی آرامش خواهد گرفت و همچنین در امان خواهد بود از نظر جانی و از نظر مالی و عرض و ناموسش در تعرض دیگری نباید باشه. نه تنها این، بلکه هر موجود زندگی در اونجا در امن الهی قرار داره. یعنی هیچ شخصی حق ندارد پرندگان و حیوانات اونجا را شکار بکنه، اونها در امان هستند. هیچ کسی حق ندارد درختان زنده اونجا را بکند مگر اینکه به قصد اصلاح باشد و به امر حاکم. پس بنابراین همه اینها نشون میدهد که حرم امن الهی به معنای واقعی مکان حرمت و قدسیت و احترام و امنیت و آرامش. ارزش‌های والای اسلامی در کنار کعبه باید به کمال و تمام به جا بیاد تا اینکه اون ارزش انسانی و اسلامی به انسان بده. به همین خاطر دستور به عبادت در کنار مقام ابراهیم و اجرای آن توسط رسول الله صلی الله علیه و سلم در حجة الوداع، یعنی تفسیر قرآن با سنت نبوی به شیوه خیلی واضح و روشن. و اینجاست که ما دعوت میدیم به تمام انسان‌هایی که آگاهانه یا ناآگاهانه دست به گرایش به سوی بدعت میزنند یا مردم را به سوی بدعت فرا میخوانند، بهشون میگیم که از خدا بترسید، با قرآن بازی نکنید. قرآن را به خواسته ها و امیال خودتون و تعصبات مذهبی یا اون خواسته های شخصی خودتون تفسیر نکنید. قرآن کلام رب العالمین هست. بیایید به شیوه و روشی که
خود قرآن به ما یاد داده و رسول خدا صلی الله علیه و سلم، محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم تفسیر اون را اجرا کرده و عملی کرده، به خودمون یاد بگیریم و به دیگران هم یاد بدیم. در مورد تفسیر و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلی وارد شده است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حجة الوداع در حالی که این آیه را میخوند، بعد از انجام طواف پشت مقام ابراهیم رفت و 2 رکعت نماز سنت به جای آورد و از همینجا سنته که 2 رکعت نماز طواف با این شیوه خونده بشه که در رکعت اول سوره فاتحه با سوره کافرون و در رکعت دوم سوره فاتحه با سوره اخلاص خونده بشه، خیلی مختصر و کوتاه، و سپس بره به سمت زمزم و بعد از اونم به صفا و مروه برای انجام سعی بین صفا و مروه. دیگه هیچ مناسبت و مراسم و خصوصیت یا کارهایی در اونجا وجود نداره، نه تلاوتی هست، نه لمس و تبرکی هست، نه دعا و نیایشی در کنار مقام ابراهیم. در واقع مقام ابراهیم رمز شکرانه ادا کردن برای موفقیت در انجام مأموریت الهی است و احترام و لطف با بندگان. یعنی الله سبحانه و تعالی میخواد به بندگان نشون بده که شما بعد هر انجام عبادتی برای اینکه توفیق بیشتر حاصل بکنید یک تشکری بکنید و این تشکر اینه که انسان نماز بخونه. تشکر اینه که انسان آنچگونه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شکرانه خدای را به جای آورده، شکرانه این نعمتها را به جا بیاریم. سر تقدیم در آیه بعد میخوانیم که در همین آیه و عهدنا الی ابراهیم و اسماعیل ان طهر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. علما میفرمایند سر تقدیم، نیا کنید، الله سبحانه و تعالی میفرماید و عهدنا الی ابراهیم، ما عهد گذاشتیم بر دوش ابراهیم و اسماعیل. ابراهیم خلیل با فرزندش اسماعیل، بر دوششون عهد گذاشتیم، یعنی سفارش کردیم، امر و دستور دادیم. و عهد گذاشتن یعنی تأکید مؤکد، یعنی سفارش مؤکد. به اونها گفتیم که چی؟ ان طهر بیتی، پاک کنید خانه ام را. و پاک کردن خانه اولا 2 دلالت داره. یکی این که تا اون جایی که از نظر حسی و معنوی امکان دارد از تمامی نجاسات و پلیدی ها پاک بشه، تا این انسان های عابدی که اونجا حاضر میشن با خیال راحت، با فطرت پاک، با توحید و یکتاپرستی خدای را فرا بخوانند. و به همین خاطر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این سنت را بار دیگر در تاریخ تکرار کرد. پس از اینکه به لوث شرک و خرافات ملوث و خراب شده، ویران شده بود، قبل از اینکه سال 10 فرا برسه و حجة الوداع انجام بگیرد، در صال 8 که فتح مکه صورت گرفت، در سال 9 هجری رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه به عنوان امیر حج و امیر کاروان انتخاب کرد و همراه با عده‌ای از صحابه را فرستاد به عنوان نمایندگان مسلمانان و نمایندگان پیامبر صلی الله علیه و سلم، تا اینکه مکه را از لوث شرک و خرافات پاک بکنه و دستور بدهد که از سال آینده دیگه مشرک در مراسم حج شرکت نمی‌کنه. و از سال 10 پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در حالی که مکه کاملا از شرک و خرافات و بت و آثار بت پرستی پاک شده بود، عبادت کامل و جامع حج را به جای آورد و در آنجا شکرانه این نعمت را به جای آورد و امر الهی را بار دیگر تحقق پیدا کرد. و آنجایی که عهد بر عهده ابراهیم و اسماعیل بود، پیرو آن و خلیل الرحمن آخر الزمان و محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم را بار دیگر اون را به جای آورد که ان طهر بیتی للطائفین. بار دیگر کعبه از لوث شرک و خرافات در تاریخ پاک شد، تا اینکه هیچ بتی و هیچ معبود ساختگی و هیچ صنم و بتی در اونجا گذاشته نشه و مورد کرنش و پرستش قرار نگیره. همه چیز واسه الله باشد، طواف، اعتکاف، تلاوت قرآن، نماز، نذر و نیاز، نیایش ها، همه اینها به سوی الله با دستهای
مخلصان دراز باشه. اینجا بود که واجب هر پیرو خداپرست، هر پیرو محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و از امت محمد است، این بر عهدش هست که هر جا قرار گرفت، در هر مسجدی که قرار گرفت، چون هر مسجدی میتونه خانه خدا باشه واسه عبادت و به همین خاطر باید ما موظف هستیم که مسجد را از لوث هر نوع خرافات و شرک پاک کنیم، ولی با حکمت، با دعوت. قرآن کریم می‌فرماید قل هذه سبیلی ادعو الی الله علی بصیرة انا و من اتبعنی و سبحان الله و ما انا من المشرکین. ای محمد بگو که من و پیروان من، هذه سبیلی، این راه منه، ادعو الی الله علی بصیرة، من و پیروانم به این راه فرا میخوانیم، یعنی به راه توحید و یکتاپرستی، به راه یکتاپرستی و خداپرستی. پیروان محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم اونهایی هستند که در مساجدشون هیچ آثاری از شرک و خرافات پیدا نمیشه، نه یا محمدی وجود داره، نه یا علی وجود دارد، نه یا حسین و حسن وجود داره. آنچه که هست یا الله، یا رب العالمین، یا علی و یا قدیر. آن چیزی که بر ذات ما مسلط باید باشه و در زبان ما و بر قلب ما جاری باشد، باید همیشه ندای ربنا باشد، ربناهایی قرآن به ما یاد داده، نه چیزی دیگر. اگر چنین شد، ما به سوی تطهیر خانه خدا و مساجد و معابد خداوند در روی زمین گام برداشتیم و بنابراین ما باید در اینجا سر تقدیم این که علما میفرمایند طواف بر اعتکاف و همچنین اعتکاف بر نماز تقدیم شده، خیلی زیبا و جالب اینطور شرح دادن که طواف خاص خانه خداست، خاص طواف خصوصیت ویژه کعبه است. در هیچ جای دیگه، حتی در مسجد النبی ما طواف نداریم. طواف فقط و فقط و فقط بر حول و حوش کعبه است. به همین خاطر قرآن فرمود ان طهر بیتی للطائفین و به همین خاطر از خاصترین عبادت ها در حرم مکی طوافه و وقتی که زائر وارد می شود، چه حاج باشد چه معتمر، اولین کاری که انجام میده طواف هست بر حول کعبه، سپس به نماز و عبادت های دیگه مشغول میشه. پس بنابراین طواف کنندگان مقدم هستند بر همگان در حرم مکی. بعد از اون چیه؟ اعتکاف کنندگان، چون اعتکاف باید در مساجد باشد، باید در مساجد باشه و اینجا هم ام المساجد هست. کعبه مسجدی است که تمامی مساجد به سوی آن رو دارند، قبلگاه همه مساجد دیگر هست و به همین خاطر که کسانی که در اونجا اعتکاف میکنند به قصد عبادت، یعنی کسی که در مسجد الحرام میمونه برای اعتکاف و عبادت، اولاست نسبت به دیگری و باید احترامش به جا بیاد و باید با عزت و اکرام بهش نگاه بشه. و بعد از اون به نماز که در هر جای این کره خاکی، چه در مساجد تا در غیر مساجد، میشه به جای آورد، همچنان که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود و جعلت لی الارض مسجدا و طهورا، و زمین برای من هم نمازگاه است و هم چیه؟ پاک کننده است در هنگامی که باش تیمم میکنی. اگر به شرح و تفسیر مابقی آن آیات بپردازیم، دعای ابراهیم پس از بنای کعبه خیلی زیباست. وقتی که میفرماید رب اجعل هذا بلدا، آن زمانی که ابراهیم خلیل خواست کعبه را با اسماعیل بنا بکنه، مردم اندکی در اونجا وجود داشتند، پس بنابراین سرزمین آبادی نبود و از طرف دیگر احتمال ناامنی هم وجود داشت. ولی ابراهیم با زیرایی و ذکاوتش این دعای زیبا را کرد، رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله والیوم الاخر. و بنابراین دو چیز بسیار مهم را واسه این سرزمین مقدس از خداوند طلب کرد. یکی این که اینجا تبدیل بشه به سرزمین آباد. در این آیه در سوره بقره فرمود هذا بلدا آمنا. در سوره ابراهیم میخوانیم رب اجعل هذا البلد آمنا، یعنی بعد از اینکه دیگه دوباره به شهر تبدیل شد، بعد از سفرهای طولانی که میگن شاید 40 سال هم طول کشیده، اون زمانی که دستور گرفت که بیاد اسماعیل را ذبح بکنه،
در اونجا بود که به هر حال به شهر تبدیل شده بود، به لفظ البلد ذکر کرد. یعنی چی؟ الف لام تعریف وقتی گرفت یعنی این شهر و این سرزمین آباد را. ولی در اینجا ابراهیم فرمود هذا بلدا آمنا، یعنی چی؟ یعنی اینجا را سرزمین و شهر آبادی قرار بده. ورزق اهله، چون اگر امنیت برقرار بود و شهر آبادی بود و امنیت برقرار بود، اونجاست که مردم استقرار وجود میاد و مردم میتونن بهش رو بیارند و در اونجا رونق حیات و زندگی اجتماعی بیشتر بشه. و همچنین ابراهیم خلیل علیه السلام تقاضای رزقی کرد که در اون سرزمین نبود. اونجا یعنی مکه بیابانی لم یزرع، بی آب و علف بود. بنابراین اون چی که برای اهلش مهم بود اینی که بتونن از خیرات و ثمراتی که وجود داشت در روی زمین استفاده بکنن. اون خیراتی که در ارض عراق وجود داشت و در سرزمین شام وجود داشت، از اون میوه های رنگارنگ و متنوع، خب در مکه وجود نداشت. ابراهیم دوست داشت که واسه اهل مکه هم باشه، بنابراین فرمود این دعا را کرد که ورزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله والیوم الاخر، یعنی اهل اون را هم، اون کسانی که اهل ایمان به خدا و آخرت هستند، از میوه های این دنیا و از رزق روزی این دنیا نصیبشون کن. و این چنین هم شد. بنابر و دعای ابراهیم قرآن کریم تاکید کرد که ما میوه ها و ثمرات دنیا را به سوی این سرزمین روانه خواهیم کرد و به حول قوه الهی هم چنین هست. ابراهیم خلیل علیه السلام ادب نبوی را به کار گرفت. زمانی که فهمیده بود که عهد خداوند به ستمگران نمیرسد، در اینجا استثناء کرد. فرمود که در دعایش اینگونه فرمود که من آمن منهم بالله والیوم الاخر، یعنی خدایا اونهایی که اهل ایمان هستند را رزق روزی حلال بهشون بده از این دنیا. اما جواب الله سبحانه و تعالی متناسب با سعت و وسعت رحمت و گشایش لطف و مرحمت بیکران الهی بود. اونجایی که فرمود و من کفر فامتعه، یعنی حتی کسانی که کفر ورزیدند را فامتعه قلیلا، تا مادامی که در این دنیا زندگی میکنند قلیل، دنیا در این دنیا نسبت به آخرت قلیل هست، وقت کمیه، بنابراین در این مدت کوتاه اونها را بهره‌مند میکنم، بهره‌مندشون میکنم از این نعمتهای دنیا و رزق و روزی بخورند. و این وسعت رحمت الهی بر بندگانش میرسوند که حتی با کفر، حتی با شرک، در رحمت و رزق روزی بر اونها نمیبندد. اما ثم اضطره الى عذاب النار و بئس المصیر، در آخرت چی؟ آخرت این گونه نخواهد بود. آنجا اهل جهنم به سوی آتش کشیده میشوند. اضطره یعنی مجبورشون میکنم، یعنی میرانمشان، آنچگونه که در سوره طه و در سوره مریم و در سوره های دیگر آمده است که اهل بهشت فرا خوانده میشوند، همانند مهمان هایی که دعوت شده اند به سوی بهشت فرا خوانده میشوند. اما اهل جهنم والعیاذ بالله کشانده میشوند، یا اینکه هل داده میشوند، سوق داده میشوند، یساقون الی الموت، و اینجا هم به سوی چی؟ جهنم والعیاذ بالله رانده میشوند و کشانده میشوند. درس و عبرت هایی که از این آیات نهفته است مختصرا این گونه خواهد بود. کعبه حرم امن الهی برای مؤمنان و مجمع عمومی مسلمانان جهان هست، بنابراین باید قدر و ارزش آن را دانست. ام القرای دنیاست و نباید کمترین اهانت یا کوچکبینی یا حقارتی در ذهنمون یا در خاطرمون نسبت به این بلد امین که قرآن فرمود و تین و زیتون و طور سینین و هذا البلد الامین. هذا البلد الامین یعنی مکه مکرمه، بلکه باید به مکه و به خصوص کعبه مشرفه نگاه اعزاز و اکرام و احترام داشته باشیم و وقتی وارد میشیم این را بدانیم که اینجا سرزمین مقدسی است که قبلگاه مسلمانان دنیاست و میعادگاه تمامی پیامبران دنیا برای حج و عمره بوده است و تمامی مسلمانان در سراسر حیاتشون به اینجا برمیگردند و خداوند اونجا حرم امن خودش قرار داده و کسی حق ندارد در اونجا دست به
کمترین تعدی و تجاوز به حقوق دیگران بزند. حرمت و امنیت مکه الهی و ابدی است و هیچ کس حق ندارد بر این حرمت تعدی و تجاوز بکنه. درس سوم اینه که مقام ابراهیم رمز شکرانه نعمت هدایت است، نه وسیله گرایش به خرافات. درس چهارم این که فضیلت و مکانت ابراهیم و اسماعیل علیهم السلام و علی نبینا افضل السلام و اتم التسلیم را میرساند که این مأموریت بزرگ را در تاریخ نصیبشون شد و این افتخار نصیب این دو پدر و پسر شد تا اینکه همیشه در کنار کعبه ذکر ابراهیم و اسماعیل خلیل باشد و همچنین بندگان صالح خدا باید همیشه یادگار خیری بعد از خودشون به جای بگذارند و از خدا بخوان خدایا ما را انسانهای خیر و انسانهای با برکت و انسانهای میمون و انسانهای که راهگشای خیر برای دیگران باشند و باعث خیر و برکت واسه دنیا و آخرت دیگران باشند قرار بده. درس دیگر اینه که وجوب تطهیر حسی و معنوی حرم و سایر مساجد، یعنی اینکه هر مسلمانی شرعاً برش واجب است که هر جا رسید اگر که بخصوص حرم الهی بود و هر مسجد دیگری که در آنجا عبادت میشه به جای می آورد و مردم مسلمان در آنجا عبادت میکنند باید از لوث تمامی نجاسات و پلیدی های حسی و معنوی پاکش بکنه. فضیلت و ثواب طواف و اعتکاف و نماز را میرسونه. وقتی قرآن میفرماید برای هر وارد شونده در مکه و حرم مکی امنیت هست و اعزاز و اکرام هم وجود داره، ولی ذکر طواف کنندگان و اعتکاف کنندگان یعنی معتکفان و نمازگزاران از وجه تخصیص اینه که اینها عبادتهای زیبایی را به جای میارن که فضیلت خاصی داره و ثواب بسیار زیادی داره. پس بنابراین باید با اخلاص و تأنی و طمانینه اونها را به جای آورد. درس دیگر اینه که دعای بسیار مناسب ابراهیم برای اهل مکه ما را به این وامی دارد که در هر زمان دعای مناسبی را یاد بگیریم و برای هر زمان و مکانی متناسب با اون زمان و مکان دعای خوبی بیاموزیم. جواب الله سبحانه و تعالی، آخرین درس اینه که جواب الله متناسب با رحمت بیکرانشه، نه برخلاف اون چیزی که ما تصور بکنیم. ابراهیم الله سبحانه و تعالی خواست دعای ابراهیم را خاصش بکنه یا عامش بکنه یا اینکه ردش بکنه. خیر، دعای ابراهیم کاملا متناسب با مقامش بود، متناسب با ادب نبوی با مقام رب العالمین بود، ولی جواب الله متناسب با رحمتشه. پس بنابراین نمیخواست در این دنیا حتی کافر را با کفرش و مشرک را با شرکش از رحمتش رزق روزی دنیاش محروم بکنه و این وسعت و سعت لطف و رحمت بیکران الهی نسبت به بندگانش در این دنیا میشمارد. امیدوارم که موفق و مؤید باشید و آخر دعواتی ان الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.